ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی، ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی. بر کوچه سیر دریا آشی پلو بیا، بر کوچه سیر دریا آشی پلو بیا. آشی پلو مزدار روغن ها جزدار، آشی پلو مزدار روغن ها جزدار. لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان، لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان. حسیب های عزیزی خوشمزه و خوردنی، حسیب های عزیزی خوشمزه و خوردنی. از نواری عزیزان قایل شوم رفیقان، از نواری عزیزان قایل شوم رفیقان. رافیل های اکبیم یک بار خودت رفته بیم، رافیل های اکبیم یک بار خودت رفته بیم. رحمت به کل دوستان شریفان و مخلصان، رحمت به کل دوستان شریفان و مخلصان. ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی، ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی. بر کوچه سیر دریا آشی پلو بیا، بر کوچه سیر دریا آشی زیتون بیا. سلام و درود مخلصان و هواداران برنامه هجوی گپ. اینک از HD و آژانسی تنتنه بهر شمایان این شامگاه برنامه را تقدیم می‌نمایم. آژانسی تنتنه تشویش‌های شما بهر تشکیل معرکه و توی‌ها این کاری ما است. دوستان عزیز، چون هر وقت ما در طرفخانه زیتون حضور داریم و امروز من بار دیگر به همه شما گفتنی هستم که یک مکانی بسیار هم آباد و زیبا است و درباره آن طعام‌هایی که 30 نمود هستند و یک آشی پلوی بی‌نهایت بهترین، من دیگه چی نمیگم، برای آنکه خودتون بیایید و بچشید دوستان، بچشید. خوب دوستان، استودیو نواربرداری عزیزان ویدیو نواربرداران کسبی با تکنیک‌های زمانوی توی معرکه‌های شما را باز هم خاطرمان می‌سازند. مراجعت و فرمایش از شما کار را بود کردن از استودیو عزیزان. شما دوستان عزیز بابت صدا یکم پرابلم دارید، یک صدا ساختنتان لازم یا یک صدا لازم است، حتما با ظفرجان صدا پرداز خوشنگ لیبل مراجعت کنید. در یک لحظه کوتاه این پرابلم شما را حل و فصل میکنند. سرپرستان برنامه امروزه ما دوستان، شرکت مول و محصولات گوشتی عزیزی، شرکت مول و محصولات گوشتی عزیزی امروز بهر ما و شمایان عزیز انا همین حسیب نیم دود کرده شده اسارتی را آماده کرده است که این نوگانی است و من باوری کامل دارم که شمایان در این فصل سرما گوییم می توانید با سیر و سیاحت با خود ببرید، بسیار هم طعمی با لذت دارد. و باز گفتنی هستم که سرپرست دیگری برنامه ما اکپن در تیرزه های این شرکت با تمام استانداردها جوابگو بوده. اگر شما محض همین شرکت را انتخاب کرده باشید پس خطا نکردید. اکپن انتخاب درست شما. یک قرصک برای سرپرستان و همکاران. زاید خب تماشاگران عزیز و ارجمند، چون هر وقت اکنون ما اینجا سرجم گردیدیم و شما عزیز خودتان حاضر دیده استادید، به چشمتان ممکن باور نکرده استادید. بله، در پهلوی من استاد صنعت تاجیک ناصر جان رحیمов، یک قرص کنیم استاد. از دیدارتان بسا خرسند هستیم، خوش آمدید میگوییم و باوری کامل داریم که امروز باز آدمان لطیفه لوی دروازه رو یک بار دیگر برای ما میگوید. زنده باشید. دوتاش خیر دوستان، ما بسیار خرسندیم که امروز شماره اشتراکچیان خیلی زیاد هستند. شریف جان و دلیر جان از لایحه استنداپ شما. علاوالدین جان برادری دوستی عزیز ما هلال‌الدین جان.
марди серташвиш оиди ҳамин ташкили барнома давутоз давуғеш мекунад. Муборизҷон корманди ширкати Азия HD. دوستان گرامی قدر این طرف اگر نگاه کنید اگر من این بچه‌ها رو شناخته شدم باور کنید اگر همین ما یک بزرگا یک قطار شدیم همون ما خیلی باشد بزرگان را بزرگان زنده می‌دارم. مقیم جان عبدالفتاح دوستان عزیز. ناظم جان با همراهی دوستی عزیزی ما غالب جان امروز مهمانی ما هستن. یک قرصک میزنیم. بهادر جان چون هر وقت از جبار رسولوف یا اینجا خونه گفتید می آینده جبار رسولوف. در طرف دست چپی استاد گرامی قدر ما ناصر جانکا باز یک نفری نشستند. عبدالخلیل جان از دهه مردمش زنده دل رومان. خوش آمدید دوستان. اختیار در دستی بختیار گویان. دوستانی عزیز اختیار جان مهمان از شهر کانی بادام یک قرصک میزنیم. شاعری برنامه ما یک نفری که دائما قلم در دست میگیرن الهام دائما گردشان پیچ تاب خورده میستد. محکمی بهرالدین این از محکم بود می‌بینیم موسیقی درباره محکمی بهرالدین یک تا سوال هم هست. یعنی موسیقی تازه گفتم که روحش شاد بود. یک تا سوال هم هست درباره ایرای زبانشان قلم یا قلمشان زبان بود. یا با قبضم یه بینید. اینجا دوستی عزیزی ما نینواز فاروق جان خوش آمده دوستان. دوستی عزیزی ما الیاس جان حافظ شاگردی عالم جان وایدوف خوش آمده دوستان. و دیگران خب نباشد امروز مردم زیاد است. من هم یک فرصت دارم غنیمت دارم. یا لطیف ما گفته گذارم دیگه ماندگیش این مردم سرکار از سر تشویش همه خیلی تیز شدم دیگه امروز. خلاص گپ جنگل تصور میکنیم. خیرس دستشان روچکی دفتر برافسر است. همین خیلی نگاه کنه گورگ اینجا بیا. یک تا گورگ 416 خب پاک سهار کی میبین نونشتم میخورم من گفت جواب دست سوالات همی گفت گورگ نیخ سوال نیست خانه‌اش به سری خام برافسر که خیر خوش کنه تا گستره بده روبا اینجا بیا یک دانه روبا دوماش زرد 4 ساله باشه دکور اینا ایسا بیا تو پگا ابید به من با خوراک نیست فیلوزی میشی فهمیدی سوالات همی گفت نیست سوال نیست جواب تو کلاش خام بچه غام برافسر روات خرگوش تو خرگوش اینجا بیا اینجا تو گذر خرگوش 5 ساله فلان تو پگا بیگاه میبینی من تو اوجی میکنم سوالات همی گفت خرگوش سوال های گفت است سوالات یه گفت نبیام من میشر میگفت امرش این نبیات نیفته خط داره دوستان برای آنکه باز هم شوق‌آور شود امروز ما اینجا دسته ها جدا میکنیم. دسته بهادر جانی دوستی از ما و دسته استاد این طرف دسته شما همین یک مسابقه کنید تا که منم فرصت می‌یابم که لطیفه گویم. مرحبا از طرف دستی استاد ما یک کمانده و ها یک کمانده بله ما سپکوینه میبریم و شما هم گذارید وای طرف دوستی عزیز نه جای کلان گپ زدن با کلان کلبس خور خب رفتیم یک تا لطیفه بدستم جون مرحبا گوسپان پیش oyunu خیلی fason شد اوسو زناش بوداس که هم ادک گجو گود زنا گوش کن بوداس همه گورگ نمیشد میگود بچهای ناز باس گورگ بوداس چوکات گود امروز من ابید بچیز دیگه همش بوداس جنگل گفتنو یک آدم شکار با رفته است ببینید همین خیریست 5 متر نزدیک بیست است همین چند مکته بانگ است که پارونات همین دود شده است گفته است که همه چیزو دیده نمیشه کن فرومدام نمیام فرومدام یا نه فرومدام گفته است خیریست هم تو آدونی دود پیدا شده فروم دیگه همین جنگل گفتنو دونی آفتابوز به یک تا ماست دونی آفتابوزو گفته است که کیم 50 سومونیشو گم کردگی گفت همه جیم دیگه بار میگم کیم 50 سومونیشو گم کردگی من آفتابوزو گم مجیم سایون بار میگم دیگه نمیگم کیم 50 سومونیشو گم کرد گفت یک تا کامپیر من گم خیسه یاوید نباشه افتاد تولدخانه دو تا مردک شدن انتظاری خبرو همشیری شوکت فرامده همتون نیاکه دو تا مردک شدست کنم اکا جان شما تبریک پسرچه شد گفت یانشنگی خیلی پسرچه شد من اینا پیش آمدگی افتاد مرحبا استاد ناصر جان رحیموف فرشته سخن
هم دروازه گمی یا ما مشتاقی همون دروازه استاد. همین زمستان خنک آمد کو همین خیر. هم مصرفته با هم میان دروازه خرافته با همون. یک توای مقیمی سکاری های مقیمی چه میگیم تاجیکشبه یارن تاجلی نه مقیمی سکاری مقیمی تزروک همون رفته بیرون یا حقانی هیام. خانه های مقیم های سونی خیزید اینجا چیزی خرافته این خونه کندگان اینجا کجا اینجا دروازه یه دروازه پشت من خونه خود کدامش پشتم گفتم حدش پشت مقیم تیزروک گفتید خداش همین مقیم ها همه خیلی میشه مقیم ها همه خیلی میشدن مقیم تیزروک مقیم تیزپزک همین بهادر دوستا حاضر همین مقیم گفتن یک چیز یادم آمد همین اسکیه بازم اکو این ژانر بینیات از بین رفت سادگی دیگه بیتونی خیلی میکنیم همه یک دولت با معنا میکنیم دولت‌های دنیا با مالش کدام طرف سر کنیم من شما گویتون بهادر جان کدام دولت با معنا امریکا بهادر جان امریکا با بهادر جان برزیل و مونا برزیل جنگل مول همین خیل من دیگه همین علایدی که ایلایدی خودی ایران و عراق باید ایران وایب جاوس همین خیل نوسیرکوبا فرقش نیه کجا گرم کجا خون شویتساریا اینو همون عبدالخلکو تایلند بمونده اینا یکی علاوه دین تاش ترکمنستان چوبا گوید درون پر رو بالا خولی اکا جایی که تلای علف نمیره دکا لیکن دعوتی کلانتی نوزی امریکا می همین مخیران امریکا باید نه ما گوش کنید تا گرم میزنم ده امریکانده سیاه و سفید همه های کون جانده خیتای همه این خیلی میگم ده من نه اکا شما وای استرالیا خیس کراکری میگم دیدید میشونه ویشنا آب بودی بعد مثلا من غالب جان کوی هندوستان به مانم میکنن چوبا تینجیمی چوبا اینا هم خودشون هم شاهرخ خان به مانده نه شاهرخ خان من بمون فرخ جان افغانستان به مانم رسو افغانستان رفته بودید چوبا فقط پوف کرده میگردم پوف میکنم بعدی پوفشو یکل میخندم ایلاشان دیگه من دعوتی چیلی اگه خریدن باری که درو نه ایلیاس جان ایتالیا موزه با این هفته شما اینا قرقیزستان نه اینا بورکینا فاسو اینا اینجا با کارشان نیه اما زندگیشان لازم زرار شد اینا دولتی نامالو یکم نامشه که تگیم نیه بعضی دیکتاتور دیگه دولتش خطا کنه خودی هم بای میشه اختیار جان خود مسکو بوین انا این کاری شدگی مسکو از دولت علاوه شد بعد جنگ میخواد زدازه لیکن هلال نکو کم همون کیمچی نیم به ماننده کیمچن این به مانند مینا اختیار جان چوب خیلی مسکو گفتن یا با دادرتون پوشید یا با موندوک ده مسکو همون ساعت ایکو یا یکان چیز خورافت است می نه لینین خمرک کن نازم جان چی نازم جان؟ نازم جان ما گفته نمیدونم که چیه موندوک نازم جان کدام دولت مونده؟ غالب جان خودتون هم که خودتون نظم میتون غالب جان یانو شما شدید تاجیکستان نه تاجیکستان نه. تاجیکستان اگه تاجیکستان خمشه من یک کچم گوش کن اینا فرانسیه با مونده فرانسیه با هر یک بشه من لیاقتی غیر خوش جلبس هم دو پردیه نباشه خب شوخی کردیم لیکن باور کنید اگر مبارزه کو مونده امنه مبارز جان اینا اشتی دادرن یک تا گابی یک دولت نیست آزم خانگاه چی آزم خانگاه؟ ولی شویتساری بودن همه پلامو و یانده همش پور این دلیجا پور بس تایار این اولی که شما چی؟ خواهم پول میتیم نخواهم سانکشن میکنم اگر گیرد اطراف تو مخالف نه امبارگو میشه
خیلی سلامت باشین. شوخی میکنیم البته. دوستانی گرامی قدر اینجا من یک چیز دیگه باید بگم که اینجا من از لایحه استنداپ شریف جان هم هستین. شما هر طرف رو نبریدتون. شریف جان نوشش نویم کو. نو اگجو اینا. اینو سیون کلی نازش نریستون. شما هم نمیرسه. اگر رسیده مونید اداشون. شاولین میدین ده. راکتاشون تیار اینه. ani شریف جان میپرد و رفته میرسه نمی گارانتی نیست. علی شریف جان کریه که میپرد رفته میرسه گارانتی نیست. یعنی شما به یپونی اشتاز ویش نیده ولی. خیلی آماده میرسه. شریف جان سنتی درکت بهتره. همین اکت مادک خونش به این مست شده در عمدگی اکون حالش به ایستاده نمیشد. زنش خوبم جوراب کی زده است. با تو عرق میخوری با تو میخوری میگفته خوبم زده است مادک جیم. با گوشم با تو عرق میخوری میگفتیم جوراب کی زنند هم مالش ریز گفته است. همون زن شوهر که کار شده گیده مقیم که مردکش ابید به یک تا سونی گوسپاندا آورده دادسو زنا کمینه ابید به تورکیس من کار به میرم میبیم ابید به گوشت میخوریم اگر زنکش مایلش دادجونش رفته بید من گوشت رو هم تو شوهرش کار به برود اگر گوشتیربان مونده مستاوا کداسته زنک مستاوا کداست بیاد اگر گوشتیربان نیستو کارو مستاوا زنک من تو گوشت آوردم گوشت زیرواندا من گفتم گوشت میخوریم گفتم مستاوا کده داشت است منم یک تا گاو زنم شما گفت است کنی گوشت سیگا پد بوداست وقتشنده اوزوک تیلا حلقی تیلا تروس تیلا گرانتی هم گم بیجوتری گران داده بود اکو مامی منم همین روز قصد میگرفتم گفتم انا مادک گوش الهم مادا گوشنه اکوچه برافتی ایسا یک رستوران باز بعدی مستوا مستوای نخوردگی وای رستوران نویساست که همینجا درآمد تو چقدر خواهی خور لوبای زخورو لیکن پولش نبیراد میتیاد این گم مرا گمور درآمد خوبم همه چیز خورده است قصه وارم او خیرگاز اون افیسه آمده من این شاتاتو آنگاه نفهمیدم نبیراتون فتید این بوا کالانده آمده خورده بیداد وای اون مادک ماست آمدگی نیمی شب آمده دام بیکده همین وای به کریدور به خوباش بود دست دیگه زنش تو بادرات نویشد خیلی خورد تویرس میخیستگیستی بوده یعنی ولی نیمی شب با همین زنش بیدورش است تقرر تو خور همین رایش کی داخنوش کی وای شوش وای خانجوش است هم مادک تینجی میگود زنک ها گود یا به چراغ درگیرون چوکا تینجی میگود یک ساعت دیسی آبول دیوان فروندن تونسیم مختلف یک تاش خانی شوهردار با آمدن در کل و یک تاش آمده سخمق بیاد اکو همی سیکین سخنوی گرم و نرمه گفته اکو گاوزه استاد در تخت چیز آگلازا گفته شوم گفت خودش غرونده ساوینا 12 ماشینا پاریسوس و یو پویم با میموری مردک باشه خونی این خیلی آدم چوبه میبی حاضر خانتن اشته باشه هم کودکات کتی اوجین کر خراب میشتی دیلت تخ بود زنو بچه‌ها تا فرامساز 12 همشون کو یادل گاوی کلامو کی هم خیر کر فرات پویننده یک تا ماتراس فرست ماشینی ماتراس آورده است دنگ کرم لویم جوبا فرامده است هیچ بیناد چی نیم یا فکروی خام کالابم بیاد همون واقعه دوامش با یک تاش همین خیلی نیم میشب خورفتگی بود یعنی شوم آمد گفت اگه 12 میتاش خودش پارافتاس و اوی کده آمداس شوم آمد گفت می اینه شوش من بودم کو یک آدمی زیخنه رسو سخت بود اسو پسرش رسو داشتم حقارت که جان کراست دیه اکونومیست سه همسایه‌اش گفت است که اقدرام کن باشه جان کراست که دیگه پدرش می‌داد وقتی کافشی ناو خرید دادن احتیاط کرد پوچ کدام زینه پایوای یک زینه دو زینگی مان دوزینه مان گفت است کمتر سوستر تگی کافش خورده میشد همین چوک دست که چهار زینه اون تگی شیمی چطور دارنده بود باور کنید یک دو سه ماه باز وقتی که تنگیم نقلیات شبانه میگردد که میشنم هم تنگیم چه میگه اگه یک بار درباره ما میگن چی گوید یک بار میگن چی گوید جام بنمان یک دو تا حالت شده بود کارو شده گیده یک روز تنگیم من رفته ایستاده ما انگور دیده چماق بزده کن اكو میوه‌جات سبزیجات تو آمیخته نکنید کم سانی رفتی ایستادم یک تنگیمچی بچه یاش یک دیگرش عبور کرده گذشته زود گذشت و آدم کلام بود است بعد تلفن کرد بچه‌ام اكون کلون حرمت نمیکنی یک عزت و احترام نیسمی 3 بار گذشتی من آخر آدمی خیلی نشده است یا ریکت میگه این بچه چی بود است نه بابا ریکت نه ابان کردیت گرفته که منو دادن نکن
دوستان عزیز و ارجمند یادآور از آن میشیم که ما همکار داریم و سرپرستان نیز داریم. اینک دوستان گرامی قدر من گفتنی هستم که طرفخانه زیتون 30 نمودی طعام‌های اروپایی و ملی با همراهی دوستان اهل عائله مرحمت نمود یک موضوع بسیار هم بزیب و آش پلوش را نمیگوید دوستان. مرحمت با طرفخانه زیتون. و باز گفتنی هستم که استودیو عزیزان ویدیو تمامی معرکه‌های توی معرکه‌های شما رو با صفت اعلا با تکنیک‌های زمانوی نواربرداران کسبی ما ثبت خواهند کرد. البته فرمایش دید کار شما رو بود میکنیم عزیزان. و اگر یگان مسئله حل ناطلب در ساحه صدا پردازی باشد پس به ظفرجان مراجعت کنید. خوشنگ لیبل دوستان. سرپرستانی برنامه هجوی گپ شرکتی مال محصولات گوشتی عزیزی همه خاندان. عزیزان باز یک ناوگانی دیگر انا همین یک حسیبی نیم دود کرده شده ای عزیزی من امروز شما حتما همین تقدیم میکنم توفه میکنم استاد یک خانه برده چشیده میبینید طعمی بینهایت بهترین دارد و باز سرپرست دیگری ما این شرکتی درو تیرزه های اکپین اگر شما اکپین را انتخاب کرده باشید پس بهترین کار را کردید درست هم کردید عزیزان. Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков, отборная говядина, натуральные пряности, уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. دخترم من از دیها آمدم من با هم گرمی تابستان با و هم خنکی زمستان با تاباورش در کار خانه ما در سر کوچه گوشم تین شود منبع گپی خانه کوچه و گپی کوچه خانه و نمی دروردگیش لازم من یک کارگری عادی منبع نغزی نرخش دسترسش لازم برای کارخانه نوی من استانداردهای جهانی و جوابگوی باشد برای من صفتش بلندش لازم این خیل باشد به شما درو تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم. اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید. اکپن به پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد. برای آنکه پروفیل های اکپن به گرمی و خنکی طبیعی ما تاباور می باشد. اکپن انتخاب برای تمام حیات. خب میگذاریم با دسته بهادر جان لطیفه یکتا از شما بعدن یکتا از این طرف دوتا دیوانه دیوانه خانو گریخته سو هر دوش خوبه هم دویده این بالی کوه برامده سو هم تو نگاه کنید کو بلند کو چو کنیم پتوی می خدا ما یکفته سه گریخته هم به هم به پتوی می چقدر میریم گفت بعد یک هفته زنبه رفته میریزیم گفت نه من جینی میگفت یک هفته گوشنگی میموریم آدمو رفتی از یک پشبه خنده کنتونه لاقل خندیده ایسته تو نخندی یک زن وای بدرم دست دیده مگزین پارفیمری آوی قیمت کنسولتانتاش اومده یه بخش خواهرم یاردم کنم میگفت اولا همینجا قبول کنید بتاد همین حاضر دامپوشی ها زیاد شدگی آشیانه بلند دیوارشان بسیارش تونوکو گیفته کردن و همه خیلی کتی یک آدم خانه گیفته سو بینه آوازی همسایه میبیاد ده رفته جواب گرفت این خیلی است آوازی همسایه میبیاد کمیسیه تشکیل کردن دام برداشتگی ها هم کمیسیه اومده سو برامده شما وای خانه دارید من این خانه گفت هم حال است همون اکتاش در آمده گفت که میشونه وید میگوید حق داد نگوید من شما دیداسی هم گفت هفته وگزال با یک زن خرک بشته اتوبوس پایدش ند یا مرشد آمده ایستادسو مرده که مرشد کنشتگی قفانگی سال یک من باید اخلاقش بلاست اصلا سال خراب بود است اخلاقش داشت اخلاقش نه تا وای شافر فرامده آمده نه زنه گونچ به برامده آمده و کاجان چه خدمت کنم گفت میبخشید من عصبم ترنگ من خودم همیشه کاری میگردم گفت مرید من تایار شدیم یک تا بچه مرشد کو زیه مرشد که خیلی جوش که خویده شناد ات کامپی نیوکده است نیوکده سو اصلا مرشد که دوریست است کامپی رو بچه‌ام من گوشم کار همین قد جوزی یکان تا گفت فهم دیگه نیفت کنی مرا دلیر جان یک کو کسالش دکتر من با چند قدر وقت موند من با گوید من هم تو کلندر هم تو اتمیتک مونم گفت شما بودیل نیکم توری میبیاد فتاس
Yuriho xalqi puxta xalqku. Vaqticha davri hamon qadimanda oviqtiyamdi. Oviqtiya agardanashon arg'amchi bastagi guftiyanki oxiring xohishata go ijro mekunیم go. گلاس خوردنیم امداد. هازی زمستان گلاس تابستان میپزد گفت من میپایم. پشت در یک ادوکات با یک آدم بیاد ادوکات تو برآمده. شما به صدا کار گفت خیلی بر می یک شما کتی گپمای. شما مصلحت بمی یا کنسولتاسیون بمی گفت فرق چیزی هر دوشه گفت مصلحت بی پول کنسولتاسیون پول کیفت است. هم مصلحت با گفت اما مصلحت میکنم که کنسولتاسیون رو بیفته است. یک موسیقی 80 گذشتگی هوای گرمی تابستان کوچه رفته است یگان جای سایه نیست یگان جای نشسته دم میگرفتگی نیست همین بینانگون یک مغازه کشودگی دیه همین گفته است بیا همینجا درام چی ممکن کاندیشنرش بشه سال یک دمگیرم میرفتگی هم دیگه هم درات اگر مگزین درام نمیشید مگزین چه همش هم تو درای دیگه بیت زمیگیرید تو میشه همین چیز با عادت کردی موسیقی درانگون بیت با زمیگیرید گفته است ها بچه‌م یک درام دام دیگه ها بیت با زمیگیرید گفت دام میگیرم گفتیم وای ادوکات گفتید بخیر جان وای یک تا ادوکات پنسیو برامدگی پسرشم ادوکات شده است یک تا دیلی شده موندگی شما داشتین داشتونی سونی یک روز اومده داد اون تبریک کنید تا تینجیم پسرم گفت اما 20 سال شما نبردگی بودید که دیلی ها گفت همون من امروز بردم گفت جدا نقص کردی پسرم وای دیلی 20 سال باز همیتی خورنده پیشونده گشتگی بود کنسرتی یلدوز عثمانوف خوجامه میشد نرخی بلیط‌ها 500 سومنده تا مرد گفت چند پول کنم 500 سومن گفت من فقط سرود گوش میکنم خلاص کتیه دو تا چوکچه یک مرج کشالکه آماده است مرجی مردگی که وای کردگی شکار کردگی آدمش کشیده است میگیجاد عذاب کردی آماده است یک شکارچی تجربه دار دیگه گفته است که شما خطا کشالکه استم اینا هم دندون پیشش رسمان کی باسته کشیدن دکار آسان همین خیلی کنن کشیدن دیوماش گفته است که آدمی دانا بود است. من یک دم با آمدیم گشته با بحر با آمدیم گفته است. این طرف نگرانده راست چپ گشته. مالی سایهونانگی آدم تا شهر آمده است. ساتراش خونه داره که ساتراش کنم که سوال میتیاد کو. سر میشویی میگوید آبازی هم کنیم گفته است. همین چوکچه ها گفتنو انتراکتید خنک کو و همجا میگردد. دو تا چوکچه خالدیل گرام رفته بودیم ده؟ یخدان گرام رفته ایستان همه نیو کده خانده آخر اونجا خودش انتراکتید خنک با چه یخدان گرام رفته گفت اینجا -60 گرادوس خنک درنی این -15 گراد ما درنی اینا نمیشینیم گفته دو تا چوکچه وای به مگزین با دوام دادم مگزینی تلویزیون با تکنیکا و دوام ده شما ده سویتنای تلویزیوناتون های میگوید های گفت اکاوتش دید دو تا مادگاو میاسته کامریتون هر شی یوم به یوم بسته موندگی اتش نشمی نکره خوهاش ما یک کم بار میجه با فته موندسته دیومش همین قوتی الفتونان بانگدانو بود استی فته یک تا مادر زناش بود است من که جدا میشم تو من خیانت کردی گفت نیچ خیانت کردم اگه جان بودی شب گفت اینی نگاره دوگانه بودم گفت نامعقول کرد اینی بنده من بودم شب اینک فرصتی آن رسید که من دیدم که همه ما لطیفه میگوییم یک نفر آرام نشسته است این هم باشد شاعری برنامه ما دوستی عزیز ما محکمی باردین محکم جان با چی دستاویز امروز آمده اید حاضر من همه خانمایی که ماشین سواری میکنن زیاد شدگی درباره همین ها من چند نفرشون گفتن که درباره ما یگان تا سرود خانه داخل بله ما درست گفتن در زمان حاضره اگر شهر و ناحیه‌های نگاه کنید نوبسته از مناطق زنها سری چنبرکی ماشین علاقه اشتگی هستند من این طرف مثلا گریم طرفی خستیوارز این طرفا بره دیگر مثلا گریم ماشین‌های لاب با میگوییم کو همون با کنایه‌های عزیزی ما نشستگی شهر نگاه کنید BMW مرسدس پیش ماشین‌ها مثلا زنها نشستن اکنون همیشه زمان دنیا با امید میگن که ما هم ولسپد که گشتیم یکی حرکت میکنیم خدا اگر کند همیشه ماشین بشینیم من با همراهی غالب جان دوست ما یک سرودشون اسب سوار به اکون دوری پیش اسب سوار بودگی حاضی اکون ماشین سوار حاضی ماشین سوار همین سروده میخونیم بهترین در هوای سروده غالب جان دوستی عزیز ما اسب سوار امروز محکمه بحردین گرفتن زنهای همه ماشین سوار کردن دوستم اگر آماده باشیم موسیقیچی ها آماده می شما رفتیم
سوار آمد خندید دلبر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر خیامان میرود با ماشینی خود نموده همه را بیهوش و بیخود خیامان میرود با ماشینی خود نموده همه را بیهوش و بیخود ندارد یاری من پروای دنیا کی گویا در جهان تنها فقط تو ندارد یاری من پروای دنیا کی گویا در جهان تنها فقط تو ماشین سوار آمد خندید دلبر ماشین سوار آمد خندید دلبر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر زرلام میکند همیشه پرداز بحری ما میشود خوف و خطر باز زرلام میکند همیشه پرداز بحری ما میشود خوف و خطر باز لبی با تکسی خود هر دم کشاده حرف خود میزند با شعر ناز لبی با تکسی خود هر دم کشاده حرفی خود میزند با شعر ناز ماشین سوار آمد خندید دلبر ماشین سوار آمد خندید دلبر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر 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 همین محکمه بهریدی شاعری برنامه اقوام فقط درباره زنها می نویسن البته خودش الهام آورنده همون بوده این دست درباره مردکان نویسید دادرم درباره توکر سوارشیک یکی من به اهم معقول شعرشو میدانیم نکدام درباره دو زن نویستگی بودن کو یک قنزله حیاتی خود گفته همین شما کم نمی نوازید کو همون هم الهامش همون زنکان بیارده توی هم نمیشد مردک باشه شما خیلی نمی نوازید نه آشی نهار به بتون نواختن خوش بنمید درباره زنها گپ زدیم و ایلیاسون دوستی ازیم و ساعت سرکار دست میرفتنی جواب میتیم دوستم مالش سلامت باشید خوب رحمت دادر فرخ جان شما تیار شوید از برفت ناصرکای خودتون نباشه شنوی یک کاری شدگی می یک کاری شدگی من گویم مالش می همراه ناصرکا سال 2012 بود ما روسیه و گاسترول رفتیم خب سفری هنری شهر چلیابینسک فروندیم سمالات اگه همون وای چی میگه پاسپورت کنترل گذاشت گیننده ایخ دستشان روباب بود تور ایت что گفتن ایت تار گفتن تار شد موزیکال اینسترومنت ایگرایت چونی بود گفتن همه آدم پایدیش همه پایدیش است نواختن я тебя люблю گفتن کی وای все довольно говорит честно говорю честно مرحمت شما چه آرام همونطور همین ستمگر گفتیم من اساسا زنها میشد که همین زنها اخترکیش سیاق میخید ای دختر 6 ساله 7 ساله ات بچه کی تی قندم نخور تی قندم گفت این قندی من گفت نامعقول کردی قند تو حال خودی بدین قندی من گفت است یکتا موتوسیکلیست کاسکش پوشیدی بایک زیکه برافت است همین برافت است موتوسیکلیستو کاسکش یکتا اون گنجشکه که کاسکه دنگاسکه زده است خیلی رحمش آمده ترمز کدوش کاسکه پشت کشته اون تو بینات گنجشکه خور رفته است بیهوش رحمش آمده سو بیچاره گنجشکه که گفته خانه‌اش رفته کلیت کچه تو خونده سو یا بوده نانو
کمک آبچه ها مونده شروع کرده هم مهمانی گیره و گنجیکه خودش به آمده ایه یک استکان آب یا بوده نان کلیت کنده من تسه کلیست زده کشتم سیاه زن و شوهر آزی من فصل تابستان کو زن و شوهر لبی بحری تاجیک برفتیانو آزی دکو تابستان که های همه دم میگرد رفته شده دسترخوانچو انقتگی آب زیافت خورده مردک یکین گرفته کمکه گریخته نوشیده استاده روان جان من توی نغزم بینم گفته است زنکم هم تو نیا کنه ایوای شما گوساسید میه یا این شیشنگی عرق می گفت این من عرق به گوساسیم تو را واپی بچه‌اش همین نازم جان افتاکازه وای گنجش دقت شده کو وای متسکیلچی می یگان کورش برار نمیگفته است امریکا صف همون بعد گنجش که زدم بیا امریکا رو هم گنجش نیستم جز نگونی که قدم گرین کارت نگیتاس می نگیفتگی سونه می میونی بار به وای سیادی سے برونه گفته که محترم و پاساژیران همه تو یک شتک میتیم گفت چه گفته من حاضر سمرود وایرون شده حاضر ممکن بار به گوتیم و شتک برای چه گفته بالا کشتون اکول نمیخوره گفته است همین بچه سیفت است یا نشنگ دیدی من یگان جو کلام برای نمیاد تو زیاد من شتک وایرون میفرود یا اکولی کارو کور میفرود نازم جان همین آشنا کن جب جب اون تو بچه ها غالب جان یک تا خر گوششون خر بس ها که خرش ما نظم درسید می نحسید میگم گوش برای فسان میگم ها یک همسایه بودم موسیفید گوشم وازین رحمتی پدر شما نظمی به وقتان درست می نظمی همه نظمی گوش هم نمیشنود ها پروسی دوستی هم خالم درستی بچه ها نظمی گفت نمیشنود یک گوشی شما بگید حقارت نکن بعضی آدما هست که هم تو بیگان خیلی سخن عرق مینوشد و بعضی آدم هست که سخن نکند نمینوشد همیشه یک تا آدم همیشه کسال خاننگیاش هم به مراجعت کرد دکتر آمده است خانه همه چیز برورتان گفته است یک تا کوش فنیر و وازمین استادن گرفت برورتان همه چیز کنی بریم چی پیش اش به رقم اون چیزی کام کنه تاس گفته نمیتونه سکی میپات هیچ نیست دیگه اوینه بنی اوکر السلام علیکم برای شما گفته زکوم داده است برورتان و شفنیرم برورتان شفنیرم برو وردن دیوار بنی اوکر اون تکیه کنم مالش میشه بابا گفته بای کده این خیلی نمیشه این وحشی و تو نمیگفته با استنگر دیوارم گیریم می گفت استونچوزی میپافته که نیو کنه نگر اخلاص دینا دیوارو بشوری گاه همه جا گابزش دی کوه اتکر کی وای گفت عراق بیت خوش اومد حاضر بسیاری مسکو برافته کو اویلوی بچه‌هاشون مونده برافتگی همین یک اویله همشون برافتین و دخترشون مادر کنه که اوچش مونده برافتیند یک اوچه نگاه میکند و دختر هر روز یکم برونه میبرفت است برونه هر روز همسو گفت است که اوچه من امروز دیناجین دوگانم بمیرم با من نکاوید من دیر خودم میبیام با عقفام نروید گفت است هم مالش کدام دوگانات میری گفت ستاره وقت است سونی هم مالش بر وقت بیافت است با نرویدم من خودم میبیام گفت است خلاص هم تو براد ایسادوس ایه کدام روز زاد روزی ستاره بود این با کدام ستاره برافت عقبش دوید براد ماشین میشته برافت از دختر یا عملی در تاکسی داشت تو عقبای می های گفت است عملی رفته اكو بيگاه کو دیسکا کلوب با فرام دسته سونی تاکسی گفت است که اینجا چه خیلی بچه‌ام اینجا چیزه اینجا گفت اینجا همین خیلی جا که اینجا کلوب دختر و پسر اومدن اینجا اصول میکند وقتش ناز میگذراند گفت یه هم خیلی میین گفت ها گفت در اون عدسش قبل تیز گرام برفت است هم دختری من گفت است حال ظرفته همین تاکسی درون برات بعد از 10 minut قابدینه گفت قبل گرام برد گفت من این قبل ایستید گفت این دختری من گفت این دختری من بود اسم آزانش میگرام میبرم گفت است